سلام. امید که جور و سلامت و سرحال باشین. در هر کجا که هستین پیروز و موفق و شاد خندان باشین. دوستا این رقم که منگرنید دیگه در یک جای متفاوتیم. دیگه در خانه نیم امشب که بود دیگه در خانه آقای خو و مهمان بودیم دیگه. همین چی از سر کار همیش دور خورده دیم. این الان کسی از شده دیگه وقتی پس سر کار شده دیگه همزین چی پس بریم سر کار دیگه. امروز هم گفتم با شش ماه دوستان یک ویدیو شروع کنم تهیه کنم که بریم طرفی سر کار دیگه که مقصه چیز کار میگیم فعلا خلیگیشم دیگه نمیقدر میگیم که خشت میزونه یک دیگه بود خلیگیش بود دیگه چی رقم خشت از دیمو و این حال هم کسی نه دیگه میرده پیش خنه آقیخیم دیگه این طرف ها خنه آقیم در سیابوچه دیگه در کنده دیگه یا هم کسته نیم سال این رقم این طرف ها باشت بخششمون نشو بدیم این قدر ترکاری کشت که دیگه نیالایشی و ترکاریایش کسته بانجان و کادو فاصلیه کاوو پیاز نعنا ریحان هزار ترکاری دیگه هزار رقمشه یا کشت که اینجا دیگه دوال رو ریزه ریزه کتاش نه دیگه خوب میشه. خب دوستا شما خانجگیر باشین که بوری طرفی سر کار دیگه حالا دیگه بوری که روزم کم یک ذره پاشته دیگه بوری بش سر کار. خب دوستا این طرف کسا اینا زحل جان این منجا که بخشش شما یک سلام بیده ایسو زحل چرخ بخور که طرف گرمیه اینا لی کسا بخشی دوستاتون سلام کنو. سلام دوستای عزیز گرامی که جور صحت باشید که برنامه رو شروع. آفرین زحل جان را این روز برنامه رو ما زحل جان شروع بده دیگه دوستا هنگیز مو باشین دیگه تا آخر برنامه را دوستا این دیگه مو رئیس ده جاوید کن دیگه زحل جان سر موتور ششته دیگه اینا لی کسا بخیر بسم الله کنی حرکت کنی. خب جاوید چلو کو که بری بخیر. این دوستا دیگه اینا حرکت کردی بخیر بری طرف کار از موم دمی سنگ ماشه دمی دورو برای دوستا دیگه پاله ولسوالی کم مانده که پیش ولسوالی برسی. خب دوستان دیگه در بین رسته پولی دیگه که سرشه پول بین بازار خواب برسی دیگه مو کسی کمک کار بین بازار داره باز موری سر کار. دوستان رسیده دیگه زحل جان هم خانجگی خورده که مکتب میموره دیگه مکتب شب این دنی ساحه خدا حافظ برو بخیر. ما دیگه کم بسوچه بری
دوستا دیگه دنیسا هم کار نینی کار سبویه. خب عزیزا اینا دیگه یعنی قدر خشت رزیده مو دیگه اینش کسی نه خشت مالیک دیم روز این میدانیش کاملا خالی شد دیگه آنی طرف شمینه قدر خشت مالیک ده اینی قدر شمنده و اینی طرف شمینه قدر منده اینی قدر خشت ده دیگه اونجا پریک ده دیگه این اونو تیلور هم پریک ده اینی طرف هم پریک ده دیگه اینی قدر خشت ده اینو میدانی صاف کنی سبا دیگه بازم شروع کنی به از زدن خشت دیگه دستا ای کسته از دیوال خانه از آقای اسدیه دیگه همینجی نزدیک بازار گرفته نگیرم اینه رنگ بستکده دیگه مو کسته خشتاش ساما کنه که دیوار چین شروع کنه دیگه دیگه از آقای اسدی کسته انزو شاید بیشناسید دیگه بچه تیزغر از پاسکوتل دیگه این منطقه زمین گرفته یک نمره دیگه ایرم پختکاری زده خشتایش از این چیز نورده اونو قدر خشت اون اینچه که منگرنه شما باشت بخششیم این قدر خشت آورده یک 2000 دانه است دنزریم آورده دیگه فعلا گفته از کار ننی از خشتی سمیتی از زدش نه از کار نی دوستا دیگه یال کسته غیدی چای دابجهش ده دیگه دابجهش ده و بری چای دابجه رو بخوری دیگه باز پسم میدانی رو خلاص کنی و شروع کنی ده زدانی خشت دیگه تختای چوبای قالیبندات اول را اینجا دیگه دوستا خشت که بوشنی دیگه اینجی جمع گده دیگه میدانی کاملا آزاده این حال کسی بخیره دیگه جخره چیز کنی چغلق کنی دیگه شروع کنی خشت شوخ دیگه ما باشن دیگه مالی میدانی میرفم که منگرنیت کاملا دیگه صاف آزاده این خشتا این خطر زده و اینجا گرد پریک دی نه دوستا دیگه اینجا بسه خشت دی حالا دیگه نمیرزشته که ما بری طرف نان که نان بخوری دیگه طرف اتاق بری نان بخوری نان نمیرزه
خب دوستا میگن بخیر. میرخم که میگنید گرمی ها دیگه سری کور است، مو کسی تحتیل کده دیگه، یعنی قدر زدی نه قدر زدی دیگه نیمرزه شروع بدی دیگه ساعت 1 بجه، یعنی قدر رزیده 3 نفر دیگه صبح همی تقص داره که یک دور دی بخیره دیگه. دوستا ویدیو رم اینجا با پایان میشتونم دیگه، مورایی طرف خانه دیگه که باری بایلا مرسی را دوره دیگه، ما را حمایت خو کنید، ما را حمایت کید دیگه، حمایت یادچم نره، لایک کید، سابسکرایب کید دیگه، با حمایت شما دوستا ضرورت داره. خب دوستای نازنین این می بود از این روزنه ویدیو نت بود، تا ویدیو بعدی الله یارو نگهدار.